ما در خدمت استاد حمید عسگری هستیم، سلطان پاپ ایران، و میخواستیم که اگر امکانش هست یک چایی با ما بزنیم ببادم و خودتون رو بیشتر معرفی کنین. اینجا یه گپ دوستانه است، میخوایم که یه جورایی خودتون باشین و بینندگان، یعنی هیچ. اولا من راضی نیستم به من بگین سلطان پاپ، واقعا این رو برازنده خودم نه فهمید تصویرش با شما نیست، تصویرش با من و میلیون ها ایرانیه که یک صدا همه با هم میگیم حمید عسگری دوست داریم، حمید عسگری دوست داریم. خواهش میکنم من همتون رو دوست دارم. مثلا میلیون ها طرفدار. پاکی جون اینقدر ازم تعریف نکن، خواهش میکنم. یکی از قولایی که داده بودم به برنامه‌تون در رابطه با تک آهنگم و خاطره‌ای که از اون دارم اینه که اینو من یه جای دیگه هم اجرا کرده بودم توی تالار کشور، بزرگترین تالار کنسرت ایران، و بابت این داستان یادمه که بچه‌های ارکستر روی سن همه داشتن می‌نواختن و سازشون رو گرم می‌کردن. قرار بود که یه اوورتور کوتاهی بزنن تا من بیام جلوی سن و سلامی بکنم و شروع به خوندن این قطعه بکنم. حالا تصور کنید من نمیدونم رفتم چی بردارم، طبقه بالا بودش، برای همین سوار آسانسور شدم. یک دفعه فکر کنید یه طبقه رفت بالا و آسانسور و برقای سالن رفت. حالا تصور کنید من، آسانسور، تاریکی، صدای یک دست و یک رنگ مردم عزیز، دختر و پسر که میگفتن حمید عسگری، حمید عسگری، حمید عسگری، و من حالی داشت، جایی نمیرسید صدا. باور کن پاکی جون، اینجوری میزدم به در، گفتم دقیقاً داد میزدم، گفتم که کمک، من اینجورم، کمک، ولی هیچ کس صدامو نمیشنید که در نهایت یکی از بچه‌های امنیت صدامو شنید و اومد در رو باز کرد و راه اندازی کردن برق و من اومدم بیرون. به طور معمول بچه‌های ارکستر 30 ثانیه نهایتاً اوورتور میزنن تا خواننده بیاد روی سن و شروع کنه به خوندن، اما اون شب بچه‌ها 9 دقیقه تمام یه قطعه رو تکرار میکردن. چاییتون رو که من اومدم و به هر صورت اون موج عشق از مردم و صدای یک دستشون رو با صدای خودم خفه کردم. این میبینم چای برام ریختی، من این حس نوستالژی چای من رو یاد، من زیاد چای نمیخورم، بیشتر قهوه میخورم، ولی خواهش میکنم. اما توی برنامه اگه درست یادم باشه شام ایرانی بود فکر میکنم، و 3 شب خونه دوستان به من چای دادن و این چای من رو یاد اون موقع میندازه، چون کلا خانوادگی چای نمیخوریم. ایموشنال. خواهش میکنم. صد میشه یه قطعه برامون بنوازیم؟ خواهش میکنم. اتفاقا میخواستم همون قطعه رو براتون بخونم. میخواستم به بچه‌هایی که دوست دارن موسیقی رو بگم که هیچ وقت سازتون از خودتون دور نگه ندارید. من این کارو نمی‌کنم. اشکالی نداره خودم باشم. راحت بشین قرار شد خودتون و هر کاری که واسه یه تو استادیوم میکنین. خب توی صنف ما من اصولا تنها هستم، من اتاقم ساز و نهایت کامپیوتر، نهایتا 1 یا 2 تا از همکارا برای اینکه آهنگ رو کار بکنیم. ببخشید این که من بتونم چیز کنم، ولی صداتون رو درست به هر صورت
میخواستم قطعی که برای شما آماده کردم و بخونم. چقدر الان تازه شدین حمید عسکری ما. خواهش میکنم. عاشقتونم. خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با اینکه عاشقم بودی بدجوری عاشقت شدم. خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با اینکه عاشقم بودی بدجوری عاشقت شدم. صداتون دورگه شد یه لحظه. بستت شدم، با اینکه عاشقم بودی بدجوری. دقت بکنین به اینکه چقدر موزیک من صدام تک تک این استاپ، ما تو چیز خودمون میگیم سکوت ها و تحریر صدام، سولفژ و اینکه روی دستگاه. این رو دقت کنید. خیلی وابستت شدم، با اینکه عاشقم بودی بدجوری عاشقت شدم. بله اتفاقا توی فیلم عشق نمچی تصادف بود که من این موزیکتون گوش کردم و شاهکار بود، بی‌نظیر بود. من خیلی این آهنگو دوست داشتم، انقدر گوش کردم حتی لحظه اون سکوت‌های نامنظمی که بین کلمات قشنگتون به کار می‌بردین رو من حفظ کردم. و اگر البته نمیدونم ولی اگر حفظ هستین بله مگه میشه حفظ نباشم؟ بهتون نشون بدم که یه در واقع یه اسطوره نمیشه گفت ولی نه کم لحظه نداری. نه بخوام راحت باشیم با مردم، ولی من روم نمیشه اصلا جلوی شما. بدونین یه دونه در واقع آرتیست بودن فقط صدای خوب نیست. ممکنه بخونید شما صدای خوبی دارین. نه من فقط سعی کردم اون سکوت‌های بین کلماتتون رعایت کنم. من سعی می‌کنم ادای خودتون در بیارم چون صداتون رو بی‌نظیر دوست دارم. خواهش می‌کنم. خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با اینکه تازه آمدی بدجوری خاکستر شدم. خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با اینکه تازه آمدی بدجوری عاشقت شدم. این کار واقعا ببخشید من اصلا نتونستم خوب بکنم. فقط چند تا از دوستان و من بودش که ما تو صنفمون داریم. به هر صورت میخواستم بگم که باید تنها باشم تا اون روح کار من از درونم میدونین ایموشن هول بزنه و من بابت این تنهایی ببخشید جلوی تریبون نمیام زیاد، ولی برای کار برای شماست که باید تنهایی و اتاقمو داشته باشم. در صورت من ادامه این اگه اجازه بدین ادامه این مصاحبه شما رو میذارم برای یه روز دیگه. مرسی که وقتتون رو به ما دادیم، واقعا لذت بردیم. مصرف خدا و تمام بینندگان وفاداران عزیز شما ازتون صمیمانه تشکر میکنم بابت قطعه بسیار زیبایی که برای ما نواختی خواندین و لذت بردیم. سازتون هم فوق ساز زیباییه، همونطور که تو بفرمایید شام هم دیدیم صدایی که ازش واقعا بی‌نظیر بود. شب همتون خوش. شب همتون خوش. جونی